خالق کسی است که عبادت بشه. وقتی که یک عبادت به مخلوق کردی، در حقیقت او مخلوق در جای خالق قرار داد و این شرک است. و بسیاری کسا را وقتی که پرسان کنی نمیفهمه. چرا؟ میگی از نگاه عقلی میگه پروا نداره. از نگاه عقلی گپ نیست، این خود علم است، این خود دین است، این خود قرآن است، این خود سنت است، این خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که 13 سال درس عقیده داد و آیات مکی کل طول 13 سال درباره عقیده بود. به خاطر از اینکه عقیده بسیار نقش مهم در زندگی انسان داره. حال یک نفر بیچاره بی سواد، یک زن میره در یک زیارت، برش میگه که والا سر ما برای شاد شمشیره یک دیگه الوا نظر گرفتیم. این حالی بیچاره را که پرسان کنی او از دوستی که با شاهد شمشیره داره این کار میکنه. لکن دوستی افراطی ازی با شاهد شمشیره سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که شاهد شمشیره را در مقام خالق قرار میده. چرا خالق معبود است، عبادت بر از او میشه ایاک نعبد و ایاک نستعین. و این انسان چون نمیفهمه بیچاره تو احساساتی برخورد میکنه یا یک کس بسیار افراطی محبت داره بر از او میگیره رکوع میکنه، بر از او سجده میکنه. بسیار کسا هستن و بسیار بزرگوارا یا به یک قبر میره بر از او رکوع یا سجده میکنه. اینا مشکلش ده چی است؟ او نمیفهمه، او فکر میکنه والا ما به می دوست خدا وقتی که سجده کردم کار خوب است، در حالی که اگه دوست خدا زنده می بودی هرگز اجازه نمیداد که بر از رکوع بکنه یا سجده بکنه. بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم احادیث میگه که مردم آمدن، یک تعداد از صحابه کرام آمده بودن طرف فارس. وقتی که اینا طرف فارس آمدن اینجا دیدن که مردم به پادشاه‌های خود، بر امپراتور، بر پادشاه خود رکوع میکنن، سجده میکنن. یا آمدن گفتن ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، ما رفتیم دیدیم مردم ما را در منطقه فارس، سابق مثلا افغانستان، ایران، یعنی آذربایجان، این منطقه را فارس میگفتن. گفت ما اونجا رفتیم یا برای امو رهبرای خود، بزرگای خود، برای پادشاه ها، برای ازیا سجده میکردن. تو حق زیاد است که ما بر تو سجده کنیم، برای ما اجازه میدی؟ نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گفت نه خیر، کس برای ما سجده نکنه. سجده فقط به الله میشه. من خودم به الله سجده میکنم، خودم به الله رکوع میکنم، خودم به نام الله نظر میکنم، خودم به نام الله قربانی میکنم. به این خاطر کل کارم من خودم میکنم. اگر شما امت ما هستین مثل ما به الله سجده بکنید.